السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيني حال ما در مسکو، جای قدیمی. سبحان الله. دینه در تاجیکستان لباد هوای خوجند بودیم. چقدر باد هوای خوبی باران بود. امروز در اینجا لای چل دهیم. مهم که الحمدلله ساق و سلامت نزد پدر و مادر آمدیم. بهترین نعمت ها، بهترین نعمت این پدر و مادر های. الله عمری دراز کن، بتا عمری با برکت. و این دختر جانی ما چه خیلی؟ ای ماشاءالله. الحمدلله که مهم آمدیم. واسه را مطلب که وقتی بیمارو زنگ میزنن از اونها پرسان میکنیم که آیا نماز میخونه همون بیماری شما؟ اگه فرقش چی در ته میخونه نمیخونه؟ صبر که دختر جان دیگه گپ زایزم. فرقش چی در ته میخونه یا نمیخونه؟ اصلا تو قبولش منی یا نه؟ بگو واقع سبحان الله باید ما بفهمونو که باید چکو کنین پیشانی که بخونین. مثلا مطلب که ساق و سلامت رسیدیم. شکر پروردگار. برادرایی که در تاجیکستان خدمت کردن یک جهان تشکر. به نهایت منتدار. مهمانداری نوشم او رو نگوتی گپو همه خوب تنج فارم و آرام الحمدلله. به نهایت خرسند. بسیاری برادران را خدمتشون رساندن نتونستم سببی که یک خدم توقع بدم. به هر حال دستیم باشین بگم در خدمت بود برادران. بازم نتونستم که همه انسان ایندیویدوال خدمتش برسانم. معذرت ایجاد میخواهیم. با شکر پروردگار ساق و سلامت رسیدیم الحمدلله. دیگه باقی موندهش مهم نیست. با دعا باشین دوستان عزیز. الحمدلله.